همه از شهری نو هستند. داور اتیوپی سایولی توردیف از وحش. ناظر داوران عارف جورایف و کمیسر بازی شفقت احمدوف. اولا فوتبالبازان دسته امکانیت می‌جویند ولی اینجا یک خطا از جانب محافظتگری دسته خوجند بود سمندر اوچیلوف و قریب بود که این حالت رو دوشنبه گیاه استفاده برند ولی خورشید عبداللهیف رو ببینید ضربه زده می شود و حساب شده می شود. دوستان گرامی این یک حالت نهایت خطای محافظتگران بود. ببینید همه به پیش رفتند و اینجا امکان دادند که از نزد دو بازیگر هم فردوس عبدالسلیموف و هم کاپیتان دسته دلشاد که هجوم دیگری صاحبان میدان باز یک امکانیت اینجا از دور ضربه زده می شود. این ضربه خطرناک نیست. محافظتگر فردوس عبدالسلیموف و از دور یک ضربه بسیار پرقوت و سخت مستحکم از طرف دیگر باشد. ببینید اینجا باز یک هجوم صاحبان میدان میزبانان از دور یک ضربه بسیار شدتناک حالا باشد. قسم اولی وخوری به پایان میرسد. دوستان گرامی یک دقیقه اضافه کرد سرداوری وخوری امروزه. دوستان گرامی گزارش خود را از قسم دومی بازی بین دسته‌های دوشنبه و خوجند ادامه میدیم. حساب 1-0. چون گفتیم دوستان گرامی امروز باز یک وخوری دیگر هم برگزار شده بود. حالا دلشاد بازاروف از فرامرز میگذرد ولی توپ رو صورتش که بلند بود. فوتبالبازان دسته خوجند باز و پیش میروند. باز یک امکانیت خوب و اینجا قریب دروازه‌بان توپ رو با دروازه روانه کرده بود. شفقت یوتم است اینجا بسیار هم ماهرانه عاقلانه و اینجا فرامرز باز یک حالت زیبا رو پس سر میکند. سردیوک و بسیار ضربه خوبی دلشاد بازاروف و حالا باز یک هجوم دیگر و اینجا پنالتی است. بله کامران تورسونوف پنالتی کار میکند و پنالتی تعیین کرد. ضربه 11 متره فرامرز کامران 1-1 دقیقه 81 کامران تورسونوف. حالا بار دیگر بسیار هم بحثی خیلی زیاد بود. حالا باز هجومی دسته دوشنبه بسیار ماهرانه و این گل عالی از جانب خورشید عبداللهیف است. خورشید عبداللهیف دوستان گرامی بسیار هم حالا ببینید اینجا گزارش را ببینید چگونه گزارشش زیبا بود. احسان بابایف از او قفا موند و از زیر پای دروازه‌بان سهراب خوجا یوسفوف توپ را وارد دروازه کرد. باز یک حالت خوب رو استفاده نبردن فوتبالبازان ساحلی سیر. حالا باز یک هجوم دیگر باز یک امکانیت برای سردیوک و او چیکار میکند. سردیوک با جایی که ضربه زند تو با پایش میرسد و بیرون میرود. جست آخرین فرصت ها برای زدن نازیم باباجانوف و قریب بود که حساب برابر شود. دوستان گرامی حالت انجامیابی است و داور هم حالا هشتگ میزند. بله دوستان گرامی یک بازی جالب بود از جانب هر دو دسته که ما این وخوری توانست که گل دقیقه 82 بود گل پیروزی آور رو با طور دروازه